بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، اینجا دعای دیگری هست و طرز خواب رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از حذیفه رضی الله عنه روایت است که میگویند وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به جایگاه خواب خود می رفتند، دست راست خود را زیر چهره راستشان یا گفتیم طرف راستشان میکردند و این دعا را میخواندند: اللهم بسمک اموت و احیا. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم با طرف راست خواب میرفتند و دست راست را به چهرهشان میمونند، همین طرف خواب میرفتند و این دعا را پیش از خواب رفتن میگفتند: اللهم بسمک اموت و احیا. پروردگارا، با نام تو میمیرم و زنده میشوم. یعنی پروردگارا، زنده کننده هم تو هستی، میراننده هم تو هستی. این تو هستی که مرگ هم به دست تو هست و زندگی هم به دست توست. این رو میگفتن چون میدانیم که خواب از برادر مرگ است. آره، همون گونه که در مرگ انسان نه حرکت کرده میتواند، نه شعور دارد، نه کار کرده میتواند، در خواب هم همین گونه، ولی یک مقدار سبکترش. و میگویند و وقتی که از خواب بیدار میشدند میگفتند: الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. شکر پروردگاری که ما را بعد از آن که میرانید، یعنی خوابمون رفت، زنده کرد و بازگشت ما به سوی او هست. پروردگار ما را یعنی می توانست که در همین خوابمون جانمون رو بگیرد، ولی الحمدلله که ما رو بعد از این خوابی که خود مرگ است، نمود از مرگ است، گشت و زنده کرد. و این دعا رو خواهران عزیز حرکت کنیم به کودکا آموزانیم. یعنی دعای خواب رو و دعای بیدار شدن از خواب رو. چه خوب است که شما پیش از خواب هم با یاد الله بخوابید و وقتی بیدار می شوید با نام الله بیدار شوید و از خواب بیدار شدن و پیامبر این دعا رو می خواندند. و اینجا خواهران عزیز، بسیاری از خواهرها درباره دعای تهجد میپرسند که در نماز تهجد کدام دعا رو خوانیم. اینجا عبدالله ابن عباس دو تا دعا آوردگی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت به نماز تهجد میخواستند میخواندند و بعضی از علما میگن نماز تهجد رو شروع نکرده میخواندن این دعا رو. بعضی علما میگن نه، بعد از نماز تهجد این رو میخواندن، یعنی بعد از سلام دادن. به هر حال نصفه شب پیامبر این رو خواندنشان این ثابت است، اما نصفه شب پیش از تهجد خواندن یا بعد از تهجد خواندن معلوم کردگی نیستند راوی حدیث و کدام وقت خوانید هم میشود که عبدالله ابن عباس خیلی میدانید از امک بچه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند و حضرت میمونه خاله عبدالله ابن عباس میشوند. عبدالله ابن عباس میگویند من باره در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب کردم، در خانه خالم که همسرشان خالهشان بودند. سپس وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تهجد خواندند، بعد از آن کمی خواب رفتند و بیدار شدند، این دعا رو خواندند، یعنی پیش از نماز بامداد رفتن بعد از تهجد: اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی بصری نورا و فی سمعی نورا و عن یمینی نورا و عن یساری نورا و فوقی نورا و تحتی نورا و امامی نورا و خلفی نورا و اجعل لی نورا. همش نور است، خیلی آسان است خواهران عزیز. در بعضی روایت ها آمده است که پیامبر این دعا را در نماز هم خواندگی هستند. پیامبر این را در نماز هم خواندگی هستند که پیامبر اینجا دعا میکنند که پروردگارا در قلب من نور را قرار بده، در چشمانم هم، در گوشم هم، از طرف راستم، از طرف چپم، از بالایم، از زیر پایم، از پیشم، از قفایم، عموما برای من تو نور بده. معنای نور را علما میگویند هدایت، یعنی چشمان من همیشه در راه راست باشند، از طرفی راست و از طرفی چپی من همیشه هدایت تو با من باشد، همیشه من با هدایت تو باشم. و این چونین حدیث دیگر است که عبدالله ابن عباس میگویند پیامبر وقت به تهجد میخستند این دعا را میخواندند، یعنی وقت پیامبر به نماز تهجد بیدار میشدند این دعا را میخواندند: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض و من فیهن و لك الحمد انت قییم السماوات والارض انت قییم السماوات والارض و من فیهن و لك الحمد انت الحق و وعدك الحق
و قولك حق و لقاؤك حق و الجنة حق و النار حق و الساعة حق و النبیون حق و محمد حق. اللهم لك اسلمت و علیک توکلت و بك آمنت و الیک انبت و بك خاصمت و الیک حاکمت واغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت المتقدم و انت المؤخر لا اله الا انت. سبحان الله. خواهران عزیز، به معنای همین دعا نگاه کنید که پیامبر در تهجد میخواندن یا وقت به تهجد بیدار شدن میخواندن. بعضی علما میگن پیش از نماز تهجد رو شروع کردن، بعضی ها میگن بعد از تهجد، یگان فرق ندارد کدام وقت خوانید هم و حتی تاجیکیش رو هم خوانید. چقدر دعایی هست که در حقیقت بندگی و خواری و بیچارگی در نزد پروردگار و بزرگ داشتن الله هست. پیامبر میگویند پروردگارا به تو حمد و ستایش میکنم، تو نور آسمان ها و زمین و هر چی در آن هستی و به تو من حمد میگویم که تو برپا دارنده آسمان ها و زمین و هر چی که در آن هستی. به تو من شکر میگویم، تو حق هستی و وعده های تو حق است و گفته تو حق است و روبرو شدن با تو حق است. جنت تو حق است و روز قیامت حق است. تمام پیامبران و محمد صلی الله علیه و سلم حق است. پروردگار، من به تو تسلیم شدم و به تو توکل میکنم، به تو ایمان دارم و به تو خود را سپاریدم. پروردگارا، من برای تو دشمنی یا قهری می شوم به مردم و من هر حالتی که شد به تو از طرفی تو یا گفتیم با حکم تو حکم میکنم. و بیک خواستم تو، یعنی من وقتی به مردم خصومت دارم، دشمنی دارم، فقط به خاطر تو است، به خاطر خودم نیست. که حضرت عایشه میگن پیامبر به خاطر خود به کسی غضب نمی کردن، فقط در حدودهای الله، وقتی حق و حدود الله پایمال میشد غضب میکردن. و میگویند فغفر لی، پروردگارا مرا بخش هر گناهی که پیشتر کردم و هر گناهی که الان یا دیرتر کردم و هر گناهی که من پنهانی کردم و هر گناهی که من آشکارا کردم. تو بودی و پیش از تو کسی نیست و پروردگار را به جز تو هیچ خدای نیست. این نمود مناجات پیامبر است. خواهران عزیز، چقدر که دعای شما، مناجات شما، تسلیم شدن شما به الله، بزرگی الله در زبان شما هویدا می گردد، قدر شما بالا می شود. در حدیث شفاعت آمده است که روز قیامت وقتی کسی دعایش اجابت نیست، پیامبر صلی الله علیه و سلم سر خود را به سجده مانده اینقدر پروردگار را وصف می کنند تو بزرگی، تو بخشنده ای، تو مهربانی، که پروردگار هر چی دعا کردی اجابت است میگوید. یعنی یاد بگیرید پروردگار رو حمد و ثنا گفتن، یاد بگیرید بجز یعنی از الله طلب کردن این بندگی هست و الله رو ستایش کردن هم این بندگی هست. ببینید که پیامبر چی میگویند؟ پروردگار تو حق هستی، جنتت حق است، دوزخت حق است، پیامبرانت حق است، من تسلیم تو هستم. و انشاءالله حرکت میکنم دعا را با کریلی و باز با عربی روان کنم انشاءالله.